رادیوی مهاجر بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر ما را میشنوند. رادیوی مهاجر خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر پخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر تلفن برای تماس 8965 151 0410. رادیوی مهاجر بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر ما را میشنوند. رادیوی مهاجر. السلام علیکم شنوندگان رادیوی مهاجر و هواداران برنامه تاریخ گواه است. پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیوی مهاجر شهر مسکو. چکیده از تاریخ بخشیده به زادروز ستاره استراد تاجیک مقدس نبیه. بگذار تا بگویم. تاجیکستان. صحیفه های تاریخی کشور کهن، سالنامه، شخصیت های تاریخی، دولت ها، نامگذاری های تاریخی، جغرافی، یادگاری های باستانی. تاریخ علمی است که مجموعه واقعه و حادثه های در حیات خلق و اجدادان آن روی داده را می آموزد. در این روز 7 ینور شخصیت های زیادی به عالم هستی چشم گشادند و در تاریخ خلق تاجیک ابد زنده اند. و در این برنامه نفری را یادآور می شویم. شنوندگان ارجمند، سرود با صدای جذاب و آوای دردآشنا بهرتان. توقی بسر توقی شوی بسر شینم سری کوچه ها پرسم خبر ششتم سری کوچه ها نامد خبر ششتم سری کوچه ها نامد خبر بیاد شدی بچه بریزه جیگر بیاد شدی بچه بریزه جیگر شرارهی خاطیره ها زیشقی دیری نای ما اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید بیدی تو منم تکیه به بیدی دیگری یاری تو منم عاشق به یاری دیگری ما قول و قسم کردیم با هم دیگری ما قول و قسم کردیم با هم دیگری این قول و قسم دروغ به پیش دیگری این قول و قسم دروغ به پیش دیگری شرارهی خاطیره ها زیشق دیری نای ما اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید عاشقی نکن که عاشقی بدبختای عاشق به مثال چومی نورختای عاشق که شدی میگوی
دنیا به من عاشق که شدی میگوی دنیا به من گوه بینی گوه نبینی سرتای گوه بینی گوه نبینی سرتای چرا رای خودی را زیشق دیری نای ما گر از تو یاد آید بیرون به فریاد آید اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید. بله، هرگاه از تو یاد آید دلم به فریاد آید. این لحظه این سطر را از زبان خود او به خود شادروان می بخشم. این سروده بود که در جوانی زمزمه کرده او را پیگیری می کردیم. صد افسوس مرگی بیمحل. مقدس نبی و 7 ینوری سال 1950 در ناحیه فرخار تولد شده است، ولی تربیت گرفته مکتب اینترنتی رقم 10 شهر دوشنبه می باشد. از بس که از جوانی دخترک چالاک و جسور و سرغیرت بود، او را تیز تیز به چاره‌بینی های ورزشی جلب می کردند. پس از ختم مکتب اینترنت وی به انستیتوت تربیت جسمانی داخل شده سال 1972 آن را ختم نمود و در مکتب ابتدایی ورزشی ناحیه فرخار به حیث ترینر به کار شروع کرد. اما شوق و ذوق سرایندگی همانا قلبش را آرام نمی گذاشت. همین بود که مقدس در برابر ترینری با دسته هوسکاران صنعت خانه مدنیت فرخار پیوسته در جشن و چاره‌بینی های مختلف شرکت می ورزید. شنوندگان عزیز رادیوی مهاجر، با سرود بهر شمای عزیز همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را گر بسد خاری جفا آزرده سازی خاطرم گر بسد خاری جفا آزرده سازی خاطرم خاطری نازک ببرگی خاطری نازک ببرگی گل نیازارم تو را ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را یک دو روزی صبر کن ای جانی بر لب آمدم یک دو روزی صبر کن ای جانی بر لب آمدم زان که خواهم در حضوری زان که خواهم در حضوری دوست میسپارم تو را ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را خواهی لالی را مقامی دشمنان گفته ای خواهی
با خود دوست می‌دارم تو را ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را دشمنی جانی و از جان دوست‌تر دارم. استعداد خداداد و صدای گوارای دلنشینش که در علم موسیقی آن را سوپرانوی لیریکی میگویند به زودی این دخترک ریزپیکر را شهرتیار ساخت و آوازه مقدس از فرخار تا به دوشنبه رسید. سال 1973 نخستین آزمون ایجادیات خلق بوستان یک برگزار گردید و مقدس نبی‌یوا در آن سرودی ریسپوبلیکای من را اجرا کرد. رهبریت انسامبل استرادی گلشن که سرورش عارفشاه عارفов بود استعداد والای این دخترک جوان را دیده او را به حیث یک کخان به کار قبول نمودند. مقدس نبی‌یوا سال 1974 به دسته استرادی گلشن پیوسته در یک مدت کوتاه در این انسامبل انقلاب کرد. مقدس در هنر سرایندگی مخصوصا در صنعت استرادا راه نو و سبک خاص سرودخوانی کشاد. سرودهای او با فورمی و سلاست و ضرب و آهنگ دلنشینشان به زودی در خاطر شنوندگان نقش می‌بستند. سرودهای او کوی تو، خورشید حیات، نوری من، شراره خاطره ها، باد صبا، صدای دل، به عشقت انتظارم، دل زارم، محبت نیست بی آتش و ده‌ها ترانه‌های دیگری مقدس که تعداد عمومیشان به 50 میرسد تا امروز کهنه نشده محبوبیت دارند. مقدس نبی‌یوا در برابر ترانه‌های تاجیکی همچنین با زبان‌های روسی، ارمنی، ترکی، قرغیزی سرود خوانده در سراسر کشور پهناور شوروی شهرتیار شد. در حیات گلشن مقدس سال 1975 به فرانسه، سال 1977 به پولشا و استونیا و دیگر دولت‌ها سفر هنری نموده نصف جهان را قایل کرد. سفر آخرین شادروان بانو مقدس آن روز همراه همکارانش به ولایت سوخت سفر داشت، اما در راه ماشین آنها سرازیر شد و این سراینده شهرتیار تاجیک را که همگی 29 سال داشت از میان برد. مرگ بی امان هنرمندی را بود که در سن 27 سالگی عنوان هنرمندی خدمت نشان داده تاجیکستان را دریافت کرده هنوز در عین اوج ایجاد بود. او هنوز میخواست پرواز کند و به سامعانش پرواز بخشد، اما صد افسوس که ولی و لیکن ها. روزی که مقدس را در زادگاهش فرخار به خاک می سپاریدند زمین و آسمان می گریست. آخر مقدس دیگر نیست. مقدسی که همه روزه مردم آوازش را، رقصیدن و قاشپرانی هایش را مشتاقانه انتظاری می کشیدند. اما تاریخ گواهی می دهد که او جسمان نیست، اما وجودن زنده در دل و دیده های ماست. در گوشمان صدایش و در پیش نظر سیمایش همیشه جلوگر است. شنوندگان عزیز رادیوی مهاجر، این بود چکیده از تاریخ روزگار یک ستاره استرادای تاجیک مقدس نبی‌یوا که فاجعه بار انجامید. مولودشان مبارک و روحشان شاد باد و با صدای شادروان برنامه را انجام بخشیم. خانه آباد و سربلند باشد.
صبا را به گلستان گذری هست، تا بادی صبا را به گلستان گذری هست. مرغانی چمن را برهی گل نظری هست، مرغانی چمن را برهی گل نظری هست. نومید نباید شدن گردشی ایام، هر شام که آید زی پیان سحری هست. ندارم بیماری غمیشتی تو را چشمی تری هست، بیماری غمیشتی تو را چشمی تری هست. اندیشان نما غیری تو هم دادگری